تا وقتی اینو درباره پدرت نفهمی هرگز درمان نمیشی. کارل یونگ. یک حقیقت هست که هیچکس تو رو براش آماده نکرده. حقیقتی به قدری سنگین و ناخوشایند که بیشتر آدما تمام عمرشون رو صرف فرار ازش میکنن. تو هیچ وقت واقعا درمان نمیشی. هیچ وقت واقعا خودت نمیشی. هیچ وقت واقعا آزاد نمیشی تا وقتی با یه چیز روبرو نشی. رابطت با پدرت. شاید اون حضور داشت، شاید غایب بود، شاید سرد بود، شاید عصبانی بود، شاید ضعیف بود، شاید اصلا هرگز واقعا اونجا نبود. اما این چیزیه که کارل یونگ فهمید. چه بخوای چه نه، چه بپذیری چه نه، پدرت یا نبودنش نقشه ذهنیته. نقشه‌ای برای اینکه چطور خودت رو ببینی، نقشه‌ای که برای اینکه چطور مردها رو ببینی، نقشه‌ای برای اینکه چطور قدرت یا شکست یا رهبری یا ترس رو تعریف کنی. و تا زمانی که بر نگردی و با این نقشه روبرو نشی، نه به عنوان قربانی، نه به عنوان کودک، بلکه به عنوان مردی که داری تبدیل به اون میشی، همون چرخه‌ای رو تکرار میکنی که تو رو شکست. بیشتر مردها اینطوری زندگی میکنن. زخم‌هایی رو با خودشون میکشن که حتی اسم هم براش ندارن. اون خشم بی‌دلیلی که یهو میزنه بیرون، اون اضطرابی که تو سکوت خوردت میکنه، اون صدایی که توی سرت یه سر زمزمه میکنه تو کافی نیستی، هیچ وقت کافی نخواهی بود. این احساسات از هوا نیومده، یه اسم داره، یه دلیل. پدرت. بودنش یا نبودنش، نظمش یا آشفتگیش، انتظاراتش یا بی‌توجهیش. هر کلمه‌ای که نگفت، هر باری که بود یا نبود، همه شد معماری ذهنت. شاید مردی بود که هیچ وقت بهت نگفت بهت افتخار میکنه. شاید کسی بود که یاد داد احساسات ضعفن. شاید یک شبح بود، جسمش بود ولی روحاً هیچ وقت حاضر نبود. یا شاید هم خودش شکسته شده بود. یه مرد که هر چیزی داشت رو داد ولی خودش هیچ وقت درمان نشد. اما حقیقت تلخه. هیچ کدوم از اینا رو تغییر نمیده. اگه با اون بخشی از وجودش که هنوز توی تو زنده است روبرو نشی، تو تبدیل به همون میشی یا حتی بدتر. میشی پژواک شکست هاش، حتی بدون اینکه بفهمی. این تناقض تلخه. اون بخش هایی از پدرت که ازش متنفر بودی، اون قسمت هایی که باعث شدن احساس کوچیک بودن بکنی، نادیده گرفته شدن، طرد شدن، نامرئی بودن. اگه باهاشون روبرو نشی، اگه نکشیشون بیرون و توی نور نذاریشون، خودت تبدیل به همونا میشی. نه چون میخواستی، نه چون خودت انتخاب کردی، فقط چون ذهن انسان چیزی رو که بهش نگاه نکنه درمان نمیکنه. به اطرافت نگاه کن. چند نفر رو میشناسی که قسم خوردن هیچ وقت مثل پدرشون نشن ولی دقیقاً مثل همون شدن؟ چند مردی که با خودشون گفتن قوی تر میشم، بیشتر حضور دارم، بهتر میشم، اما آخرش عصبانی شدن، بسته شدن، از احساسات خودشون ترسیدن، هر رابطه ای رو خراب کردن، خودشون رو نابود کردن. چون زخمی که نادیده گرفته میشه رفتاری میشه که تکرار میشه. کارل یونگ بهترین حرفو زد. تا زمانی که ناخودآگاهت رو آگاه نکنی، زندگیت رو کنترل میکنه و تو هم اسمش رو میذاری سرنوشت. و این فقط کار درمانی نیست، این یک بقاست. این راهی که از زندانی بودن در برابر شبح هایی که خودت نساختی ولی توش به دنیا اومدی نجات پیدا میکنی. حقیقتی که هیچ کس هیچ وقت بهت نگفته اینه: زخمی که از پدرت داری فقط درد نیست، قدرتم هست، فقط زیر نقاب قایم شده. چون هر بار که تصمیم میگیری از فرار کردن دست بکشی، هر بار که با سکوت، غیبت یا ناامیدی روبرو میشی، یه چیز رو پس میگیری. اون بخشایی از خودت رو که اون نتونست بهت نشون بده پس میگیری. اعتمادی که هیچ وقت نداشتی، قدرتی که هیچ وقت یاد نگرفتی، عشقی که بلد نبود بهت بده. و یهو
دیگه بحث سر سرزنش کردن نیست. دیگه بحث این نیست که بار شکستاش رو به دوش بکشی. بحث اینه که بفهمی اون چیزایی که بهت یاد نداد از اولش هم قرار بود خودت یادشون بگیری. اون انضباط، اون قدرت کنترل، اون حضوری که باعث میشه همه بفهمن رهبر کیه. خودت میسازی، خودت میشی. چون مردای بزرگ، رهبرای واقعی، معمولا اونایی نیستن که پدرای کامل داشتن. اونا همونایی هن که پدرای شدن که خودشون هیچ وقت نداشتن. نه فقط برای خودشون، بلکه برای نسخه کوچکتر خودشون که هنوز توی وجودشون گیر کرده. منتظر، امیدوار، نیازمنده این که بالاخره کسی بیاد و بهش بگه چطور قوی باشه. ولی این کار راحت نیست. آسون ترین کار اینه که همون راهی رو بری که همه میرن، پدرت رو مقصر بدونی. آسون ترین راهه. و زخمات رو نادیده بگیری، تظاهر کنی همه چیز رو تحت کنترل داری تا روزی که همه چیز میترکه. این چیزی که بیشتر مردها رو میشکنه، نه درد بلکه فرار از درد. چون اون زخم‌ها خودشون به تنهایی نمیکشن. وقتی دفعشون میکنی بزرگتر و سمی‌تر میشن، میرن زیر پوستت، توی رابطه‌هات، توی شغلت و کم کم همه چی رو از درون میجون. یونگ میگفت اون چیزی که در برابرش مقاومت میکنی باقی میمونه. اون چیزی که باهاش روبرو بشی تغییر میکنه. این زخم‌ها قرار نیست گم بشن، قرار نیست یه روز ناپدید بشن، نه. ولی وقتی باهاشون روبرو بشی دیگه کنترل زندگیت رو ندارن. تو کنترل زندگیت رو بالاخره به دست میگیری. وقتی با زخم‌هایی که از پدرت مونده روبرو میشی یه اتفاق دیگه هم میفته. میفهمی اونم یه آدم بوده، یه مرد با زخم‌های خودش، با ترس‌ها، ضعف‌ها و جنگ‌هایی که حتی هیچ وقت به زبون نیاورده. و یک لحظه میفهمی شاید اونم هیچ وقت یاد نگرفته مرد باشه. شاید هیچ کس بهش یاد نداده چطور قوی باشه، چطور حضور داشته باشه، چطور عشق بده. این بهونه نمیشه برای کاراش، ولی باعث میشه بفهمی تو میتونی این چرخه رو بشکنی. میتونی اون چیزی بشی که اون نتونست. نه برای انتقام، نه، بلکه برای آزادی خودت. چون وقتی این درک میاد اون خشم کور و اون درد قدیمی کم کم ولت میکنه و یک آرامش عجیب جاش رو میگیره. وقتی اون آرامش میاد میفهمی این مسیر فقط درباره درمان گذشته نیست، درباره ساختن آینده است. دیگه منتظر نمیمونی یه نفر بیاد بهت یاد بده چطور مرد باشی. دیگه دنبال تایید یا عشق پدرانه‌ای که هرگز نداشتی نمیگردی. خودت تبدیل میشی به اون منبع. اون قدرتی که از دست دادی الان مال توه. اون اعتماد به نفس داری میسازیش. اون حس رهبری دیگه از کسی قرض گرفته نمیشه، خودت ایجادش میکنی. و اینجاست که میفهمی پدرت با همه حضور یا غیبتش فقط شروع داستانت بود، نه پایانش. پس حقیقت اینه، اگه با زخمی که پس پدرت توی وجودت مونده روبرو نشی، همون چرخه رو تکرار میکنی. همون درد، همون خشم، همون پوچی، همش همونه. همه رو منتقل میکنی به خودت، به رابطه هات و شاید یک روز به بچه هات. ولی وقتی بالاخره وای میسی و نگاش میکنی، نه تنها خودت رو آزاد میکنی بلکه کل نسل بعد از خودت رو هم از اون چرخه آزاد میکنی. یونگ میگفت مرد واقعی کسی نیست که پدر کامل داشته باشه، کسیه که پدر کامل برای خودش و نسل بعدش میسازه، حتی اگه خودش هیچ وقت یکی رو نداشته باشه. وقتی این کار رو میکنی دیگه زخمت یک بار روی دوشت نیست، تبدیل میشه به بنزین، میشه سوخت، میشه قدرت، میشه دلیلی برای ساختن یه زندگی که هیچ وقت نمیخواستی از دست بدی. و اونجاست که واقعاً درمان میشی.